در زمان حکومت امام زمان عجل الله در هیچ جای زمین خرابه وجود ندارد و همه جا آباد است. در زمان حکومت امام زمان عجل الله مردم با حیوانات سخن میگویند و کاملا زبان حیوانات را میفهمند. در زمان حکومت امام زمان عجل الله تمام حیوانات و پرندگان حتی ماهی ها هم خوشحال میشوند. مردم به آسمان ها مسافرت میکنند و در سیاره های دیگر رفت و آمد دارند. حضرت عقل مردم را کامل میکنند. یک مرد 1000 سال عمر میکند و عمرها طولانی میشود. جبرائیل اولین شخص با امام زمان بیعت میکند. مردم در جیب یکدیگر با رضایت دست میکنند. تمام گنج‌های زمین و مخفی ظاهر میشود. در تمام جهان امنیت و آرامش برقرار است. برداشت کشاورزی 7 برابر میشود. هیچ کس کینه به دیگری ندارد. تمام مردم دارای علم و بینش میشوند و با قرآن تحلیل و بررسی میکنند. تمام مردم به مقام توحید میرسند. مردم با جنها صحبت میکنند و اجنه بدون مزاحمت و ترس بر زمین ظاهر میشوند. درخت آنقدر میوه دارد که تاب کشیدن ندارد. چشمه های عجیب از زمین میجوشند.